یک کرم نمیتونه فرم استخوان‌ها رو تغییر بده، ولی میتونه با سفت‌تر کردن اون با رطوبت رسانی صورت رو خوش‌فرم‌تر کنه و باعث زیباتر دیده شدن و جوان‌تر شدنش بشه. سفت کننده ای که جایگزین طبیعی رتینول شناخته میشه و در هسته مرکزی فرمولاسیونش از هیالورونیک اسید در دو سایز مولکولی متفاوت، کلاژن گیاهی و رسومبراترول، ماده‌ای که از ساقه و هسته انگور گرفته میشه، دیده شده. هدف این محصول سفت کردن پوست، هموار کردن چین و چروک ها، محافظت آنتی اکسیدانی، حفظ رطوبت توی لایه‌های زیری پوست، حجم دهی به پوست و جبران افت کلاژن پوست و باز کانتور کردن صورت، یعنی خوش‌فرم‌تر کردن گونه ها، فک و گردن هست. وجود گلیسرین، بوتیل گلایکول و هیالورونیک اسید هیدرولیز شده باعث شده تا رطوبت توی لایه‌های زیرتر پوست بیشتر بمونه و قفل بشه. از طرفی به خاطر ترکیبات امولوسیونی مختلف و موثری که توی این محصول قرار داره، باعث شده تا یک بافت کرمی خامه‌ای خیلی لطیف داشته باشه که نمونهش توی هیچ کرم لیفتینگ دیگه ای نبوده باشه. کلاژن گیاهی که توی این محصول قرار گرفته، یک ماده زیستی تکنولوژی گیاهی منحصر به فرده که عملکردی شبیه کلاژن طبیعی پوست داره. خود برند کدلی ادعا میکنه که این محصول قابلیت بالایی توی سفت‌تر کردن پوست داره. آدونزین برای هموار کردن چین و چروک ها و بهبود فرایند بازسازی سلولی و افزایش قدرت جوانی پوست خیلی کاربرد داره. از طرفی روغن هسته انگور و توکوفریل که آنتی اکسیدان های بسیار قوی هستند، باعث ایجاد یک سد لیپیدی روی پوست و تقویت سد دفاعی پوست میشن. به خاطر وجود میزان خیلی کمی اسانس، ممکنه پوستای خیلی حساس به این محصول واکنش نشون بدن. از طرفی از اونجا که این محصول به عنوان یک رتینول طبیعی شناخته میشه، ممکنه اگر توی روتینتون ویتامین C با درصد خلوص بالا یا رتینول درصد بالا استفاده میکنید، تداخل نسبی داشته باشه. قدرت بالای آنتی اکسیدانی، قفل رطوبت توی لایه‌های زیری پوست و افزایش جوانی و از بین بردن چین و چروکا با ترکیبات مؤثر گیاهی نقطه قوت این محصوله که باعث حجم و یک پلامپ آنی روی صورتتون میشه.